دو نفر با لباس نظامی پول شوکر رو گذاشتن تو اینجا. پرت شدم عقب. خواست گرده منم بزنه. من آدم کش نیستم که بزنم اونو بکشم. اونا آدم کشن. 100% میکشتن مال من میبردن. دو نفر با لباس نظامی نیروی انتظامی اومده بودن داخل مغازه. گفتن آقا ما اومدیم برای بازرسی. یه نامه بهم دادن، همون نامه دقیقاً نامه بازرسی نیروی انتظامی که هر ماه میان اینجا بهم سر میزنن و بازرسی میکنن برای دزدگیر و دوربین و شیشه ها و ضد گلوله سرکشی میکنن میرن. اومدن نامه رو بهم دادن. نامه رو تا خوندم امضا بکنم بدم به ایشون شوکر گذاشتم تو اینجا. پرت شدم عقب. همین که پرت شدم عقب فهمیدم اینا سارقن. من سری رسیدم شاسی دستگاه اسنویز رو زدم. در عرض 2 الی 5 ثانیه سربازه بهم رسید. اینی که لباس سربازی پوشیده بود. یه چاقو بهم زد. خواست گرده منم بزنه. ولی این دستگاه باعث شد اینا یک لحظه متوجه شدن که اینجا دیگه پر از مه و دود میشه. پا گذاشتم به فرار ولی من در و براشون باز نکردم. چون اینجا دیگه گیر افتاده بودن. با اینا حتی درگیر شدم. شدیداً همدیگه رو زدیم ولی بازم در و واسهشون باز نکرد. مردم اومدن، همکارا اومدن، پلیس 110 اومد. تحویلشون دادیم الان تو زندان. سارق زیاد شده تو کشور ما. از این به بعدم زیاد میشه. بچه‌ها اومدن زحمت کشیدن نصبش کردن. زیادم طول نمیکشه 2 ساعت. جون شما مهمتر از همه چیز تو دنیا. این دستگاه جون شما رو نجات میده.